در تاریخ کوتاه یک نفر یک تاریخ بزرگ و یک تفسیر از حادثه نهفته است. شما اگر حالا کسی اشاره کرد نمیدونم دوستان که برادر سید علی اشرف با فکرم گفت که چگونه کتاب رو باز میکنید غالبان موقتی امروزه تاریخ ملت رو ساخته ایستادن و نوشته ایستادن و جنگ رو چه خیلی که بخوان هم خیلی تفسیر میکنن. یک گروه جنایتکار خواستن مردم کلاب رو بکشن، نابود کنن، محدود کنن و تاجیکستان رو دولت اسلامی کنن. اینا نیت های از قبل جنگ داشتن. اما همین تاریخ محمد لایق یک بار اهمیت بدید. در دوشنبه سنگک سفرف و تمام رهبران میدان آزادی زندانی میشوند، حبس میشوند در پدالی تا جای میدانم شورای عالی یا هر جای دیگر. استاد نوری و رهبریت اپوزیسیون به خاطر صلح و مصالحه و به خاطر آن که مردم کلاب درک کنند که نه اینجا نیت کشتن و غارت کردن نماینده های شما نیست، اینها را آزاد میکنند. اما محمد لایق چیکار میکند؟ خدا رحمتش کند این شهید قهرمان. برای این کافی نیست که سنگک و اینها را رستم عبدالرحیم آزاد کردن، رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان و مبارزین. این چون همچنین یک کلابی، همچنین یک انسان شریف نجیب میگه که مبادا یگان فتنه توطئه در راه شود که اینها را نابود کنند، بردوشی نهضت و بردوشی مبارزین ملی بار کنند. اجازت میپرسد که همین را من با ماشین خودم همینا را تا کلاب برم. ببینید شرافت و نجابت یک مرد کلابی، یک نهضتی رو، و اون هم اجازت رهبریت نهضت رو میگه که بله این رو بگی بر به دست خود بسپار تا اینکه مردم کلاب ببینن که ما نه تنها اینها رو آزاد کردیم، سالم برگرداندیم به کلاب. شما تصور کنید آیا این همه تهمت و دروغ در حق استادان و نهضت و در حق مبارزین درست است، یا رفتار عملی استاد نوری در همون لحظه حساس تاریخی و رفتار شهید محمد لایق میارد تا کلاب با ماشین خودش همون آدمانی رو که آزاد کرده بودند و این تا کلاب آورد، این را با چه عذاب و شکنجه میکشند؟ در تاریخ کوتاه یک نفر شما تاریخ یک ملت در یک لحظه تاریخی میتوانید بها بدهید، پیدا کنید و خودتان قضاوت کنید که در این آشفته بازار اطلاعاتی و پروپاگاندا و تبلیغات حق با کی هست؟ آیا حق با اونهایی هست که میگن که نهضت از اول نیتش کشتن بود و کلاب رو محدود کردن و شخصیت ها رو نابود کردن و دولت اسلامی کردن، یا نیتش صلح و مصالحه و همدیگر فهمی با همه ملت، از آن جمله با مردم کلاب، با سنگک و با اینها بود؟